سلام و عرض ادب. برنج ها به دو دسته پرمحصول و کم محصول تقسیم بندی می شوند که با هم تفاوت هایی دارند که برای شما عزیزان چند موردی رو به صورت کوتاه نام میبرم. برنج های کم محصول مثل برنج تاروم، هاشمی، دمسیا، صدری و بینام هستش و برنج های پرمحصول مثل ندا، شیرودی و فجر هستند. برنج های پرمحصول مقدار محصول بیشتری در هر هکتار به کشاورز میدهند، ولی برنج های کم محصول مقدار محصول کمتری در هر هکتار به کشاورز میدهند. و از نظر قیمت برنج های کم محصول قیمت بالاتری نسبت به برنج های پرمحصول دارند و از نظر کیفیت برنج های کم محصول کیفیت بالاتری نسبت به برنج های پرمحصول دارند و برنج های کم محصول نسبت به برنج های پرمحصول حساس ترند و در نتیجه از موقع کاشت تا برداشت به مراقبت بیشتری نیاز دارند. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه.